سلام دوستان، امروز توی این ویدیو یک آموزش کامل گام به گام داریم از ساخت یک اپلیکیشن بدون نیاز به کدنویسی، فقط با استفاده از پای اپ استودیو. اگر دنبال این هستید که اولین اپ خودتون رو داخل اکوسیستم پای بسازید، این آموزش دقیق برای شماست. گام اول، ورود به پای اپ استودیو. بعد از باز کردن برنامه پای براوزر یا نسخه دسکتاپ آن، وارد قسمت اپ استودیو میشیم. اینجا محیط اصلی ساخت اپ هاست، جایی که میتونید بدون حتی یک خط کدنویسی اپ اختصاصی خودتون رو بسازید. گام دوم، انتخاب نوع اپ. در این قسمت دو گزینه داریم: ساخت چت‌بات، ساخت اپ سفارشی کاستوم اپ. ما توی این آموزش میخوایم یک اپ چکلیست روزانه بسازیم، پس گزینه کاستوم را انتخاب میکنیم و روی کریت نیو اپ میزنیم. گام سوم، وارد کردن اطلاعات اولیه اپ. حالا وارد صفحه ساخت اپ میشیم. اول باید اسم اپلیکیشنمون رو انتخاب کنیم. من اینجا اسم تودی پلان رو انتخاب کردم که تو قسمت اپ نیم وارد میکنم. در قسمت اپ دیسکریپشن، توضیحات، یک توضیح کوتاه درباره کاربرد اپ مینویسیم تا پای ای آی بدون قرار هست که چه اپلیکیشنی برای ما بسازه. این نکته هم در نظر بگیرید که شما مجاز به استفاده تا 200 کاراکتر هستید. گام چهارم، انتخاب زبان و دسته‌بندی. در بخش اپ لنگویج، زبان فارسی یا انگلیسی رو انتخاب می‌کنیم و چون اپلیکیشن ما فارسی هست، زبان فارسی رو انتخاب می‌کنیم. حالا نوبت به دسته‌بندی یا همون کاتگوری است. این بخش تعیین میکنه که اپ شما در چه حوزه‌ای قرار میگیره و کاربران بر اساس نیازشون راحت‌تر پیداتون کنن. برای اپ چکلیست روزانه بهترین انتخاب دسته‌بندی پروداکتیویتی است. گام پنجم، ساخت یا آپلود لوگو. در این بخش میتونیم لوگوی آماده خودمون رو آپلود کنیم. من اینجا لوگویی که قبلا طراحی کردم رو با سایز استاندارد 1024 در 1024 پیکسل آپلود میکنم. حتما توجه کنید که حجم لوگوی طراحیتون نباید بیشتر از 1 مگابایت باشه. اگر لوگو نداشتید میتونید با دکمه جنریت از پای ای آی بخواهید که برای شما طراحی کنه و حتما باید قبلش داخل اون کات توضیحاتی رو در مورد اپلیکیشنتون بدید. گام ششم، وارد کردن دستور ساخت اپ. پای ای آی اینستراکشن. این مهمترین بخش کاره. اینجا باید دقیق توضیح بدیم که اپ ما قراره چه کاری انجام بده. این متن به ای آی میگه که اپ چه ویژگی هایی داشته باشه، پس شما باید تمامی ویژگی هایی که میخواید اپلیکیشنتون داشته باشه رو دقیق وارد کنید. گام هفتم، ساخت اپ. وقتی همه بخش‌ها رو تکمیل کردیم، حالا وقتش روی دکمه کریت اپ بزنیم. اینجا از ما 25 صدم از پای کم میکنه و بعد از چند ثانیه اپ ما ساخته میشه.
خب دوستان، حالا اپلیکیشن ما منتشر شد و پیام یور اپ پابلیش رو دیدیم. یک بخش خیلی مهم و کاربردی کاستومایز اپ ویت پای ای آی. با زدن این دکمه میتونید وارد مرحله سفارشی سازی بشیم. اینجا شما میتونید اپ خودتون رو دقیق تر و حرفه‌ای تر تنظیم کنید یا حتی اپ رو به نسخه پیشرفته تر تبدیل کنید. پای ای آی هر تغییری که شما در این قسمت توضیح بدید براتون اعمال میکنه. فقط یک نکته، هر بار که در این قسمت سفارشی سازی انجام میدید و دکمه تایید رو میزنید 0.25 پای از موجودی شما کم میشه. خب دوستان، حالا که اپلیکیشن ما ساخته شد میخوایم بریم ببینیم که روی شبکه تستنت چطور میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. برای این کار ابتدا وارد پای براوزر میشیم. در بخش پایینی مرورگر روی گزینه پای اپ یا همون اپ های پای میزنیم. اینجا صفحه‌ای باز میشه که شامل چند بخش مختلفه. ما وارد قسمت تستنت اپس میشیم چون اپلیکیشن های جدید و تستی در این بخش قرار میگیرن. در قسمت سرچ اسم اپلیکیشنی که ساختیم رو وارد میکنیم. روی اپلیکیشنمون کلیک میکنیم تا وارد صفحه معرفی اپ بشیم. در این صفحه دو گزینه داریم، اوپن اپ و استیک پای تو بوست رنک که برای استیک کردن پای و افزایش رتبه اپ در اکوسیستمه. روی گزینه اوپن اپ میزنیم. قبل از ورود به خود اپ یک پیغام هشدار نمایش داده میشه با نام unverified اپ. این پیغام یعنی اپ هنوز در مرحله توسعه هست و توسط تیم اصلی پای به طور کامل بررسی نشده. و حالا وارد فضای داخل اپ میشیم. این همون اپلیکیشنی هست که خودمون با پای اپ استودیو ساختیم. میتونیم از همینجا اپ رو تست کنیم و کارهای روزانه‌مون رو به اون اضافه کنیم.